نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. ساکنان محله‌های ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان میگویند جنجال جوانان که با مرگ 2 نفر انجام یافت چند مدت این جانب ادامه داشت. قریب از 2 ماه زیاد بود. همین جنگ اینا دو گروه من مکتب 101 مکتب 43 مکتب 54 اینا همشون جمع شده می اومدن. گروگانی رها شده قرغیز میگوید کارشریکان خوجندی او را از راه فریب به تاجیکستان آورده بودند. پدرک بر قلیچ. در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفت. قلیچ دلیمس بود که نوزه. و امریکا امیدوار است که مذاکرات استان زمینه را برای صلح سوریه فراهم می‌آورد. این عقیده را ایران هم پشتیبانی می‌کند. راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم. جلسه یک مکتب ورزشی در ناحیه روشن ولایت مختار بدخشان با جراحت یک مربی این مکتب انجام یافت. در پی ماجرای لفظی میان مربیان و رئیس تازه تعیین مکتب، مربی گشته تاجیکی سامسون ظریفبکov از ضرب کارت جراحت برداشته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که خوشوقت دستنبویف 47 ساله و سامسون ظریفبک 24 ساله ساکنان ناحیه روشن بین هم مناقشه نمودند و در نتیجه سامسون با برداشتن جراحت در بیمارستان بستری می شود. گمانبران دستگیر گردیدند و از روی حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز شده است. در همین حال در رابطه با کشتار 2 جوان در زناشویی گروهی در شهر دوشنبه علاقه 15 نفر گمانبرا بازداشت نمودند. دادستانی کل این حادثه را تحقیق دارد. شاهدان و ساکنان محله‌هایی که در آنجا شب 2 و 3 ینور مناقشه خونین انجام یافته بود از رخ دادن چنین زناشویی‌ها اظهار نگرانی می‌کنند. همکارم مومن احمدی از جای حادثه گزارش می‌دهد. دادستانی کل تاجیکستان نسبت به حادثه زناشویی شب 3 ینور پرونده جنایی بر اساس ماده 104 یعنی کشتار و اوباشی باز کرده آن را تحقیق میکند. یادآور میشویم که شب 3 ینور در محله 104 میان یک گروه جوانان زدخور به عمل آمد که در پی آن 2 جوان کشته و 1 زخمی شدند. زناشویی این گروه جوانان محض در همین منطقه نزد دانشکده و حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان رخ داده است. ما در اینجا با شاهدان حادثه صحبت داشتیم که آنها اظهار داشتند که این زناشویی گروه جوانان خیلی بی‌رحمانه صورت گرفت و آنها همدیگر را با هر وسایلی که روی دست داشتند لط و کوب میکردند. ما تلاش کردیم با ساکنان این محله و با شاهدانی که این حادثه را مشاهده کردند صحبت انجام دهیم. این قریب از 2 ماه زیاد بود. همین جنگ اینا 2 گروه من مکتب 101 مکتب 43 مکتب 54 اینا همشون جمع شده می اومدن. گروه شده بچه‌ها خیلی نمیدونم مبین خودشون چیا تقسیم میکنن. من با جوان رفت چی هیچ این تربیت چی وبسد اونا اگر برای همین سپورت با مشغول شوند یگون کروژوکوی و باشد همین که اون کسب کار آموزند و برای اینکه بسیاری ها من همین میبینم که پیش خانه ها بیکار گشتین ایکاره همین بچهای 20-25 ساله برای اینکه کار نیست. خیلی ممکن بسیارتر ایسا به همین فیلم های مثال هر خیلی نشون میتین مثال یا به همین خیلی بچه های یاشته مثال بستگی نداره مثال به نظارت پدر مادرها میشه مثال نظارت نمیکنن فرزنداشون ممکنه همین ایسا بسیارتر شده درجه همون ندیرم گپ زدن که انا نامو خیلی جان خوردن 104 103 دو بچه مرده انا گپ در همین من نصیحت کردم دیدی بچه بهوده و بیهوده نگردی گپی کلانتر بگیری گپی پدر مادرت نبگیری نام خیلی ده خیلی نصیحت نمیکنم بچه خیلی نماز شوم شده اون فرزندم عقل تمیز داره بدرویه مثال یا پدر مادرش قطعی مثال چی کنه خک نمیشه فرزنده حاضره را بیرون دم یک گپ زنیم اقورتت می نمیگذره بره و پیش مثال دیگه بود تربیه فرزندو. خلاصه ساکنان از زناشویی و اخلاق جوانان گوناگون است، اما آنها میگویند واقعا زمان اخیر اخلاق جوانان امروز
کاسته شده است. زمانی که ما این برنامه رو ثبت میکردیم خود ما در نزد مکتب 54 شهر دوشنبه که گروهی از آن جوانان با هم مناقشه کرده را ختم کردگان و تحصیل کنندگان این مکتب نیز می‌دانستند در نزد این مناقشه داشتند. این مناقشه تنها با دخالت بزرگسالان ختم یافت. مقامات قرغیزستان میگویند از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در تاجیکستان 6 نفر پدر و پسر نبیجان و حکیم نبیف و هم 4 شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که اکجول کولبایف با کمک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رها گردیده 30 دکبر به قرغیزستان فرستاده شد. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 5 ینور با کولبایف ملاقات و تفصیلات ماجرا را سوال کرد. در این صحبتش اکجول کولبایف خود را یک صاحبکار معرفی نموده است که 5 سال پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف همکاری و دوست شد. با گفته‌اش همکاری آنها تدریجاً به دوستی خانوادگی هم تبدیل گردید، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای او مناسبت‌ها رنگ دیگر گرفته است. Жаманды коюмда жок эле бардык бир досум менен. Худжантка кирдик, Исфарада күтүп калдык 3 сааттай. من با هدف فروش ماشین همر از اوش به خوجند رفتم تا ماشین را با $16,000 فروشم. بعد سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا به منزل در شهر خوجند برای گرفتن تحفه بردند و یک شمشیر را نشان دادند که باید آن را به حیث سوغا بگیرم. ولی در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند. Кылыч деп бир бөзгөр болгон бир буюм алып киришти. Ал кылыч деле эмес болчу экен өзү. سنجیدن درستی همه گفته‌های کولبایف فعلا امکان ندارد. گمانبران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست. برنامه را ادامه میدیم. روز پنجشنبه کاتب دولتی آمریکا جون کری به مأموریت پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ که ماه روان سر قدرت خواهد آمد هشدار داد که از لغو سازش هسته‌ای با تهران خودداری کند. با گفته کری این سازش عالم را امن‌تر کرده است، زیرا بر پایه آن ایران امکانات فنی تولید سلاح هسته‌ای را از دست داد. همین گونه کری امیدوار است که مذاکرات آستانه روند صلح سوریه را تحکیم می‌بخشد. ایالات متحده آمریکا از کوشش‌های به راه ماندن مذاکرات صلح سوریه پشتیبانی می‌کند و امیدوار است که آغاز این روند ماه روان در پایتخت قزاقستان شهر آستانه به نظم و ثبات سوریه زمینه گذارد. روز پنجشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی در کرسی کاتب دولتی آمریکا جان کری گفت که حال حاضر جانب‌های جنگ از مذاکرات پشتیبانی می‌کنند. We're all in this together in terms of trying to get to the table in Geneva and find a solution. ما سعی داریم همه را در سر میز مذاکرات در ژنو جمع نموده راه حل پیدا کنیم. امیدواریم که روزهای آینده سرجم در تنظیم مذاکرات آستانه سهم گرفته روند را به حرکت می‌داریم. من با استفان د میستورا و وزیر سرگئی لاوروف صحبت کردم. ما موافقت کردیم که هدف از این روند جمع کردن جانب‌ها در ژنو است. البته این را هم تصدیق کردم که از مذاکرات آستانه انتظارات فوق‌العاده نداریم. Major step forward out of Astana if that takes place. مقامداران بلندپایه ایران هم از نظر جان کری پشتیبانی کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته بین المللی و امنیت ملی پارلمان ایران از ابتکار مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان استقبال کرد، هرچند به قول این مقامدار ایرانی دورنمای این روند تا حال روشن نیست. مترسید که مذاکرات سوری اولین بار نیست که در طول 5 سال گذشته انجام می شود. اون راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم. در یک مذاکرات پیچیده‌ای مانند راه حل سیاسی برای بحران چندین ساله ترکیه نظر واحدی وجود ندارد. این بسیار طبیعی سوریه. ایران یک جایه با روسیه از شریکان کلیدی پرزیدنتی سوریه بشار اسد نام بر می شوند که برای در قدرت ماندن او تلاش می کنند، در حالی که ترکیه میانجی دیگری آتشبس از مخالفین حکومت پشتیبانی می کند. مسکو و انکره هفته گذشته آتشبس شکننده ای را در سوریه میانجیگی کردند و ایران نیز از آن پشتیبانی نمود. قرار است این آتشبس راه را برای گفت و شنید طرفهای درگیر باز کند. آستانه پایتخت قزاقستان مکان برگزاری گفت و شنیدها انتخاب شده است.
در این کشور در تاجیکستان کوشش دارند فیلمسازان ملی حرفه‌ای را آماده نمایند. با این هدف بهترین ها را از میان داوطلبان زیاد انتخاب کردند و نازکی های آفریدن فیلم را آموزش میدهند. شادمانیتی میگوید در این گروه چهره های شناخته سینما هم هستند. در استودیوی تاجیک فیلم بار نخست یک گروه جوانان سینماگر را برای آموزش به کورس کوتاه مدت جلب نمودند. این جوانان 18 نفر بوده از میان 43 داوطلب انتخاب شدند. از آنها 4 نفرشان دخترانند. مسئولان تاجیک فیلم میگویند هدف آماده نمودن کادرهای ملی در این ساحه فیلمسازی است. این گروه در یک هفته 3 روز و 3 جفتی از اساسهای فیلمسازی دوام 3 ماه درس میخوانند. Мы надеемся, знаете, 3 месяца все-таки это интенсивный курс, потому что ما امیدواریم البته همش از خود این بچه ها وابسته است. باید خودآموزی کنند. ما راه را نشان میدهیم، آنها باید خودشان بیشتر آموزند. میدانید در 3 ماه آماده کردن کارگردانی که فیلمی کلان حجم آفرد غیر امکان است. امیدواریم که فیلم های کوتاه را در سطح درکاری می آفرند. Поэтому хотя бы короткометражные фильмы, вот дипломные фильмы, мы надеемся, что они будут на хорошем уровне с подготовкой. متخصصان شناخته کینوی تاجیک به بچه‌ها در مرحله اول صحنه‌سازی تاریخ فیلمسازی جهان و تاجیکان، ثبت و تنظیم و دیگر نازکی‌های فیلمسازی را تعلیم می‌دهند. محصلات بیشتر توجه می‌کنند به فیلم بلند، به فیلم هنری که هست. من کوشش می‌کنم اون سلیقه‌ای که در فیلم تصویری ضرور است با اونا یاد می‌دهم که چگونه اونا در فیلم‌های هنری اونا استفاده برند. در میان شنوندگان این کورس ها کسانی نیز هستند که استعداد خود را در فیلمسازی سنجیدند و اشتراک در این درس ها را برای تکمیل دانش های اندوخته خود مهم می حسابند. نقطه های مخصوصی فیلم مثلا از نواربرداری استاد گیورگی زالایف وقتی سخن راندن من حالا هم فهمیدم که انا بود است چیزی که من نمیدانستم. وقتی که مثلا درباره تاریخ فیلم های گالیوود، درباره تاریخ فیلم های بالیوود، درباره تاریخ فیلم های ایران که هم زبان و هم مدنیتی ما هستند، وقتی سخن های بسیار رفت من فهمیدم که بسیار چیزهایی هست که هنوز ما نمیدانیم. به راه ماندن این کورس کوتاه مدت فیلم آفرینی در حالی است که این رشته صنعت در تاجیکستان از طرف منعقدان انتقاد می شود. نبودن یا کم بودن فیلم های بلند ارزش را متخصصان ساحه در کمبود مالیوی و بعضی دیگر در متخصصان می دانند. از آموزش این گونه جوانان مسئولان خوشبینند. امید دارند شنوندگان درس ها در آینده در آفرینش فیلم های دیدنی سهم می گیرند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. و در انتها یک خبر خوش هم داریم. در روز هفتم جستجوها نیلوفر ارتیقوی 27 ساله نایه ترسونزاده نهایت پیدا شد. چند روز گذشت که سیمای این جوانزن آواره را در مطبوعات دیده بود. او را شام 5 انور در نزد دانشگاه پلی‌تکنیکی دوشنبه دیده شناخت و به زودی به خویشاوندانش خبر داد. برادر نیلوفر از نمایندگان مطبوعات به خصوص رادیو آزادی تشکر کرد که در جستجوی خواهر گم شده‌اش کمک کرده است. نزدیکان باور دارند مشکلات روانی دختری از شوهر جدا شدهشان باعث به این حال گرفتار شدن او گردیده است. آنها میگویند مشکلات روانی دختر بعد اولادور شدنش سر شد و پس از طاقت فرسا گردیدن زندگی در منزلی که به تاکید نزدیکان پر از خشونت بود به خانه پدر برگشته است. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. به شما استراحت خوب می‌خواهیم.